وسترن امریکای جنوبی که ما حالا سال‌هاست دیگه بازنشست شده کشیده کنار. الان فقط دنبال سوسانوه. هیچی هم دیگه براش مهم نیست. خب انشالله که لذت برده باشین. آقا رضا خیلی خوش اومدیم و اینکه شهر زیبام که با هم انشالله یه سفر میریم و دورکی میزنیم. ناصر اکبری خود میگم آره انشالله که لذت برده باشین عزیزان. آقا برنامه رو ادامه بدیم. واقعا زنجیر منو بافتی، پشت کو انداختی، بابا اومده منم نمیدونم سوسانو رو آورده. پدرو نه اینو نمیخونم آقا. بخونم نه تو از سوار عشقی وی که بلو نه آقا عزیزان جوگیری نکنید شما اینجوری. رضا چرا دل منو شکوندی با اون کاری که اون روز کردی؟ پول دستی از من گرفتی بهم ندادی. جلو مردم نمیخوام بگم البته زشته. چرا باعث دل شکستی؟ من تو رو دوست دارم. چرا دل منو شکوندی؟ چرا این کارو کردی؟ دلمو شکوندی با من نموندی، تو منو فروختی تو رو حالشو با من نساختی. دلمو شکوندی با من نموندی، تو منو فروختی با من نساختی. رضا جون بیا اینجا بغلم. آقا عزیزان جوگیر نکن، ما همینطوری قاطیم دیگه، شما جوگیری بکنید. انشالله که لذت برده باشیم. بزرگی میگوید خدمت به خلق وظیفه نیست بلکه لذت. خدا میدونه چقدر من لذت بردم و مشعوف شدم از اینکه لحظاتی لبان شما خندان شد و دلتون شاد. لازم بهتون بگم من برای چندمین سال متوالی که در قرعه کشی بانک ملت برنده میشم 5000 تومان هر سال اتفاق میفته. این به فال نیک میگیرم، بالاخره جز خوششانسام، میتونست همینم نباشه. و من تبریک میگم به کسانی که برنده های جایزه های بسیار ارزشمند شدن تا همون 5000 تومانیاش که من بودم. و تبریک میگم به بانک ملت که جز موفق ترین و برترین بانک های کشور است. به افتخار بانک بزرگ و موفق ملت یه دست خیلی قشنگ بزنید. ایام ماه شعبانیه اعیاد خجسته هم هست. من یک ایدی به شما هدیه میدم، آن هم حدیثی زیبا از حضرت رسول صلوات الله علیه که میفرماید یه صلوات با معرفت بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میفرماید بهترین امت من کسانی هستند که دل مؤمنان رو شاد میکنن. انشالله که همه ما بتونیم در همه احوال موجبات شادی و مسرت همدیگر رو فراهم کنیم و همیشه به این احادیث زیبا عمل کنیم. پاینده باشید، پیروز و برقرار. شب بر شما خوش. خدا نگهدار. تو چشمات مال من نیست و نگاه دنبال من نیست و چشاتو دزدکی دیدم تو قهوه مال من نیست و نمیدونی. Some peace can't live on the side, peace can't live them on the same work. مرسی حسن ریوان.